ساله یم. 3 ساله شدی؟ ماشاءالله ماشاءالله. ولی شاید بیشتر باشی صوفیا جان. ها؟ مکتبم میرم درس میشه. مکتبم میری بخیر؟ آه ماشاءالله. پس حتما 6 ساله شدی. چرت نزنین ریش سفیدتر میشه. سلام علیکم. ریشتان بیشتر سفید میشه چرت بزنید. خوب هستین؟ مردم در کار همونطور روبرو کردشان استاد شو گپ بزن. مردم کار اشتباهی دیگه کرایه اینو بالا کردیم وجه دیگه ما در ایران پول نداره خیلی کار اشتباهی کردیم. وظیفه ما کمک کردن شما. وظیفه کمک کردن نه. ما خود من واقعیت از ایران آمدم. یک ماه میشه. خب شما از ایران آمده. بسیار. برادر ما از ایران آمده. ما خود من واقعیت از ایران آمدم. یک ماه میشه. خب شما از ایران آمده. بسیار. برادر ما از ایران آمده. چقدر وقت دنبال خانه گشتی؟ یک ماه 40 روز. یعنی به همین 40 روز شما موفق نمیشید؟ نه اصلا موفق نشدیم. به نام یاد خالق مهربان، هموطنان خوب و ارجمند سلام. وقتتان بخیر، خسته نباشین، مانده نباشین، زله نباشین. به هرات پامیر شما را خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که شب روزتان به زیبایی شام هرات باشه. یک موضوع در این اواخر در سراسر افغانستان بالخصوص هرات اوج گرفت. ما خوشبختانه بگویم نمیدونم متاسفانه بگویم تعداد زیادی از هموطنان مهاجر ما از ایران برگشته. خوش آمدن به وطن و قدمشان روی چشمهای ما. اما در کنار تمام کمک‌های انسانی و بشری که از جانب جوانان هرات صورت گرفت که همواره هرات و هراتیان در صدر جدول کمک رسانی برای مردم بودند، یک اتفاق دیگه هم در هرات افتاد. قیمت کرایه‌های خانه‌ها در هرات افزایش پیدا کرد. اینی سبب شد که تعداد زیادی از وطنداران نتونن این کرایه‌ها و هزینه‌ها را پرداخت بکنن و یا حالا در روی سرک ماندن یا چادر زدن و یا هم به شهرهای دیگه منتقل شدن. ببین که این دو تا تفاوت را در هرات مقایسه کنیم، بیشتر صحبت بکنیم با جوانان هرات و مردم هرات که دیدگاهشان در این رابطه چی است و پیامشان بر اون مردمی که خانه‌دار هستن و کرایه ها را بردن بالا یا گروی یا قیمت فروش را چی است. این با هم یک جا میریم صحبت کرده و جوانان، نوجوانان، مستفیدان، بزرگسالان، هر کسی که در پیشروی ما آمد ازشان نظر میگیریم و در رابطه به همین تغییراتی که اتفاق افتاده در هرات صحبت میکنیم. ببینیم این بزرگواران نظرشون چی است. آیا موافق همین مسیر و همین راه هستند که کرایه های خانه بلند باشه و یا نه برعکس این کار جالب نیست، باید ما هموطنان خود را درک بکنیم و حمایتشان بکنیم. این حتما از مردم و شما پرسان میکنیم. این مردم هم که کمک نکنیم نمیشه. سلام علیکم. احوال شما خوبه؟ ببینید که کمک گپ بزنیم ما و شما. چی حال دارید؟ سلام علیکم. نامتون چی است؟ نادر رحمانی است. آقای رحمانی عزیز. نادر جان، ما خو میگیم همین پیشتر هم این مسئله را گفتم. من گفتم هر اتفاقی در افغانستان میفته هراتی ها برای کمک در اول استاده هستند. این جزء فرهنگ هراتی است. اما این خوبی هایی که وجود داره در کنارش یک اتفاق دیگه هم افتاده به هرات. کل ما شما در جریان هستیم. همین مهاجرین ما که آمد کرایه های خانه رفت بالا. شما به عنوان یک شهروند هرات و یک جوان هرات در این رابطه دیدگاهتون چی است؟ این کار خوب شده نشده؟ کرایه ها باید بالا بره یا نه برعکس ما باید وطندارای خود درک بکنیم؟ ما خود من واقعیت از ایران آمدم. یک ماه میشه. خب شما از ایران آمده. بسیار. برادر ما از ایران آمده. بسیار عالی. اینا اصلا خونه گیر نمیومد برای. بعد خونم که بگیر میامد اصلا 2 اتاق با یک دهلی بعد 10,000 کرایه. 2 اتاق یک دهلی. چقدر وقت دنبال خانه گشتی؟ یک ماه 40 روز. یعنی به همین 40 روز شما موفق نمیشید؟ نه اصلا موفق نشدیم. خب خیر ببینید، از اینکه شما از ایران هم برگشتین و 40 روز شما سرگردانی کشیدین برای خانه پیدا کردن، پیامتان برای همون مردمی که خانه دار هستن، زمین دار هستن، ملک دار هستن و این کرایه ها را یا خودشان به هر طریق یا بانگادارا بردن بالا چی است؟ ما خواهش ما همینه که از این برادرانی که مثلا خانه دارم اینا خواهش ما همینه که یه ذره هوا مردم داشته باشه. بله.
میبینم که مثلا کشور ما اینقدر فخره، مثلا مردم از اینا خوب نی فهمیدید؟ بله. بهتر هوا اینا داشته باشن، کرای خونه کمتر کنن. که بدبختایی که از ایران میایم بی پول میایم. بله. اینو بتون از اقل خونه به خود بگیرن. خیلی ببینید. خیلی نفس خیلی آدما با دیدیم که اصلا خونه ندارن. الان برای شما میتونم نشون بدم که این چادر زدم کنار خیابون. دقیقاً ما به این موارد اشاره کردم. ما متاسفانه نه از همسایه خیر دیدیم نه صاحب خانه خیر دیدیم. چقدر مشکلات اون طرف دیدیم، چی شما چی دیگه دوستانی که به این مسیر آمدین و با هم دیگه قصه کردین و آشنا شدین و راه. ما واقعا خیلی مشکلات دیدیم دیگه. اونورم دیگه ردمزیم دیگه، ما ردمز شدیم. بعد پولم که بیاردیم و پولی نبود. نه این 200 میلیون تومان هم که اینجا پولی نمیشه. دقیقاً. تعداد شکایت داشتن که کرایه های امو پولای پیش ما مانده نمیتن، وسایل ما یا وسایت خیلی از برادرم الان بمونده پولش مونده. اصلا الان تو گفته برو 3 ماه بعد برای شما میرسه پول. 3 ماه بعد. ولی تا به حال اتفاقی نیفتاد. حال اصلا پول نرفت. الان 2 ماه میشه. خب ان شاء الله خدا به ما کمک بکنه. جز همین دعا کردن دیگه چیز دیگه هم نمیتونیم. ان شاء الله این بنده خدایی که خونه بیشتر بده خدا بر اینا. اینایی که خونه دارن اینا یک کمی هوا اینو داشته باشه. همین مردم خیلی واقعا لطف کرده. خوشحال شد. بسیار تشکر. بخیر باشه. زنده باشین. خب این از آقای رحمانی رو نظرش گرفتیم. نظر بسیار خوبی دادن در رابطه با بحث کرایه های خانه و اینکه جوانا یا نوجوانا دیدگاهشون در این رابطه چی است، چون معمولا ساختار یک جامعه برای جوانایش بستگی داره و جوان و جامعه نظرش اگر بگیریم خیلی بهتر بشه. سلام علیکم. حال خوب است؟ جانک جور است. همین بولانی پزی هم یک کیف داره نداره؟ البته یک مشکل داره. در تابستان که هستین دیگه پیش روی آتش استاد شدن کار سخت است. ولی در زمستان باز براتون خوب از جانتان گرم است. خیلی ببینید. خب بولانی پز است. چند وقت میشه بولانی پزی میکنی؟ بولانی پز دیگه 2 سال نمیشه دیگه. همه تو پخته یاد گرفتی؟ دیگه پخته یاد گرفتم. هم یکان تو بولانی تخم جور میکنن، نمیفهم بولانی چی جور میکنن، خودت هم از کارا میکنی؟ بله بولانی تخم، بولانی گندم میخواد اسپیدانی میکس که 44 روان واسه. همین هر چی که بولانی است اینجا هست. خیر ببینی خیر باشه. نامت هم نگفتی برام؟ بله نامت هم برام نگفتی؟ میرویس جان. خیر ببینی میرویس جان، همین اگه اتفاقی به می آخر افتاده به شهر ما و شما، این مهاجرین که آمدن کرایه خانه رفت بالا رفت، نه؟ بله. همین کار خوب است یا نیست برادر؟ همین خبر بگو. باره بعد یک کرایه اینو بالا رفته. کرایه بالا رفته. چی میگی به اون مردمی که خانه داره کرایه‌شو بالا کشیده؟ با اون مردم چی گفتنی داری؟ مردم در کار همه تو روبرو کردشون استاد شو گپ بزن. مردم کار اشتباهی دیگه کرایه اینو بالا کردیم مجید بیا ما در ایران پول نداره. خیلی کار اشتباهی کردیم. وظیفه ما کمک کردن شما. وظیفه ما کمک کردن. کمی به مردم کمک کنه خود اینا دست خور بگیریم. کرایه خونه هم کم بسونی که چون مردم نداره. خیلی ببینید میرویس جان بهتر وقت هم شده که از این مهاجرین رفیقای جوان ما و شما آمده باشه که نمیشه شیشته باشه گفته باشه لالا پول مول نیست ولی گشنه هم تو سخت گشنه هستم. چی کردی؟ شده؟ گفته بره یا بولانی سنده چه داره گفتیم برو خیر. خلاص. چوب تو خب معامله با خدا باشه. معامله با خدا باشه. نوشه جانت خیر ببینی خدا من پاداش نصیب کنه. تشکر میرویس جان. بخیر باشی. سلام علیکم. احوال شما؟ چطور هستین؟ خوب هستم. روزگارا چی رقم است؟ والله روزگارا کم خوب است. کم خوب است. ولی کم دیگه که خوب کنیمش چی میشه؟ خوب کنه بیشتر میشه. همین کرایه خونه خیلی بالا رفته. خیر ببینین خیر ببینین. ما خود مامال خود نشستن خود میدم. 4200 مامال کرایه خونه میدم والا. 4200 مال از چند تا اتاق؟ از 3 خونه. 3 اتاق. فعلا که ما ببینید جواب داده تا 15 رو بعد گذاره به خود جای پیدا کنه. چرا جواب دادن؟ دلیل جواب دادن چی بوده؟ یعنی میگه ما ایرانی هستم ملک. صاحب ملک میگه. ما از ایران میایم خانه نداریم شما بیرون شوید. ما قال خانه کرانشین نمیشه کسی داره به این کرایه. حالا چند وقت میشه پشت خانه میگردید؟ خیلی وقت میشه روزی که ماجرا اومده خیلی وقت میشه پشت خانه. هنوز پیدا نکردید؟ نه.
چند میگن کرایه ها را اگر باشه؟ 8000 9000 10000 حاجی میره بالا. به نظر شما ظلم و شما مردم میکشه؟ نه ما آدم خود چی دارانه خیر و ببین دولت خواهش دارو که کرایه خونه کم کن. بعد ظلم همین دستمال کاغذی میگذارد نمیگه. به دستمال کاغذی 9000 8000 نمیشه. خب کاربارتون به همین گردی پارک است. پارک همین همینجا هست. اینی وطندار ما را هر کسی که میبینین اگر توان کمک دارین همکاری دارین نه مرا واسطه بسازین نه کس دیگر واسطه بسازین مستقیم خودشون پیدا بکنین توسط فامیلا و عزیزای خود به گردی پارک ترقی اگر همکاری مالی ابراشون کردین حتما همکاری کنین صحیح نه خیر ببینید خدا با شما عمر بده مشکلات ما رو خدا حل کنه پناه شما با خدا و خیر باشین بیاین بریم این رقم از روزگار در داخل افغانستان و اما خیلی دشوار است که در چنین شرایطی بتونیم زندگی رو بچرخانیم حالا به هر طریقی که باشه معمولا یک سری جاها رو میبینی همین چرخاندن زندگی هم خودش عدم خرج خوراک اگر بخوای پیدا بکنی کار بسیار دشوار و سخت است چی برسه به که خانه نداشته باشی و بیایی حدود 8 یا 9000 افغانی ده به کرایه های خانه پرداخت بکنی در حالی که همون خانه ارزشش بیشتر است 4 یا 3000 افغانی هم نیست یعنی کنار مامان کمک میریم ببینیم اینا چی میگن چرت نزنین ریش سفیدتر میشه سلام علیکم ریشتان بیشتر سفید میشه چرت بزنین خوب هستین صحتتان خوب است حال اول چی رقم است الحمدلله الله راضی نکنه که به چرت جوانی ها رفته نه هیچی نرفته خب جوانی ها خوب تیر شد شکر الحمدلله اما تو مست بود جوانی مست بود همین همال هم خیلی شاد و مست و سرحال است ای ماشاءالله این ریش سفید ما که مست باشه لذت زندگی 10 برابر آفرین خب لازم ریش سفیدایی که بیادر سر حال هستن تب خوش هستن به مقابل یگان جوانا گرینگی هستن آدم لذت میبرن خیر ببینید یک خاطره موتره از جوانی خو یاد شما نمیاد که یک وقت جیگر خونتان کنه که والا این نمی کار شد نمی کار نشد کاش میشد نمیشد نه نمیاد هیچ نمیاد جوانی را چی رقم تیر کردین جوانی همین تو خوب با خوشوقتی با سرحالی خوب با محبت ولی محبت و صمیمیت و احترام از زندگی خیلی لذت بخش و خوشحال هستم با محبت تیر کردم الهی میگم امی احترام و جوانمردی سابقه هم قدر نمونده حالا درست است؟ نه نمونده چرا به نظر شما گم شد؟ اینا به خاطر اینکه مردم زیاد به مشکلات خو درگیر شده دیگه به فکر این چیزا نیه مثلا بخوام مشکلات و خستگی مردم زیاد است به خاطر این دیگه فکرها از مردم دور شده به فکر و زندگی خواه است نمیرسم با دوست و غریب و با مشکلات مثلا به ما برسی اما معتاد هست میگه هرچی با دوست نزدیکتر بشی محبت زیادتر میشه هرچی فاصله بگیری بیگانه میشه آدم یگان تا دیگه میگه دوری و دوستی او رو چی کنه یگان تو میگه دوری و دوستی او هم هسته او هم دفع خوبی گفته که دوری و دوستی خب این یک زبور مسئله ما داریم خوب محبت به این میگین که مثلا تو میای خانه من میام خانه تو تلفن میگوری حوالی از من سلی رحم از من سلی رحمی خب این بازی میگی این اگر مثلا با کسی مثلا زیاد بد باشه و خوب نباشه خب اونا باز میگه همون دوری باشه و دوستی باشه محبت یعنی ارتباط اگر نزدیک نباشه همون دوری و دوستی خوبش هست خوبش هست خیر ببینید خوب گپای پخته خو میزنید زنده باشه خوبی از شما خیر ببینید زنده باشه حالا به می هرات خود جوانمردی و کاکگی خو هست همین هر مشکلی که پیش میشه به افغانستان اول هرات استاد است یعنی مثلا ماجرای شما اومد اول راه استاد شد از ماجرا ما خاطره خیلی بدی دارم از ماجرای چی خاطره داره به خاطر اینکه او برای هم خراب کردم این برای هم خراب کرد چرا این رقم به نظر شما چطور به نظر شما به نظر ما که خوب همین مجردا و بعضی بیچاره‌ها که به دنبال پول نون بود خوب اونا برفتن اونجا همین راه را اونا بسته کردن 5 تا غریب که همین جگاه یا خانه داشت یا مثلا زیدتر بود همین جگاه گزارش میشد دوباره از اون بار برگشت ایران به سر غریبا خراب کرد
خب این گپا خوش شده این خوش شده سر این هم چیز کرد با خاطر اینکه اینا رفت و برگشت دیگه ماجرا همین خاطره است که واسه ما این حال من یک چیز دیگه سوال میکنم باشه که مثلا این چهارزونو کنم نشد دیگه معامله ما و شما نشد باشه خب این حال من این رقم سوال میکنم میگم من کاکگی خیرات همیشه میکنه برای وطندار خود برای مردم بله ماجرای ما و شما اومد اول ایراتی ها استاد شد رفت کمک کرده این حال یک بدی دیگه هم به داخل شهر ایرات شده این خود ما و شما خبر است این کرایه خانه بالا رفت همه رو گفتم دیگه این میره چی رقم کنیم و اون مردم همه رو گفتم دیگه بس گفتم دیگه که این جگار هم خراب کردن خب اگر یک خونه 2000 کرایه بود حالی 10000 به واسطه 2 نفر خوب شدن ماجرا به واسطه 2 نفر این 2 نفر خوب شدن یکی که زمین میفروشه یک که سرا دارم کارایی و زندگی خوب سلام علیکم بیا اینجا یک بیشی چند دقیقه که موضوع هم قصه کنیم که ما آفرین چطور هستی؟ تشکر نامک چی است؟ صوفیا کریمی. صوفیا جان کریمی. صوفیا جان چند ساله شده؟ 3 ساله یم. 3 ساله شدی؟ ماشاءالله ماشاءالله ولی شاید بیشتر باشی صوفیا جان ها؟ مکتبم میرم درس میشه. مکتب میری بخیر؟ آه ماشاءالله پس حتما 6 ساله شدی صحیح است؟ چون آدم که 6 ساله شوه میره به مکتب میره صحیح است نه؟ خب مکتب 10 روز میشه شروع کردی درست است؟ باش. و 10 روز چی یاد گرفتی؟ الف به انگلیسی شد. خب این حالا ما هر چی که یاد گرفتی بر ما بگو که مثلا کنم چی یاد گرفته صوفیا جان؟ خب اینجا دیگه نمیشه. اینجا نمیشه؟ نه. مقصد من دختره که دارم خب او اول نمره شده تو چندم شدی؟ نه یک بدتر میشه استاد خوب داشته بدتر من چی دادم جایزه دادم دیگه مکتب نرفتم استاد من خیلی مرده میدادم خیلی مرده استاد میکردم خیلی مر میزدم به بیرو شدن دیگه مکتب هم نه دیگه استادا حق ندارن که شاگردارا بزنن نه هیچ حق ندارن این حالا به اون استادایی که شاگردارا میزنن چی برشون میگی چیکار کنن بزنن یا نزنن؟ من هیچی نمیتونم بگم اگه هم بگم میگم چرا تو نقشاتو هیچ کارم آدم نمیکنه چوب شیشه شاگردا دیگه میگن شما رفتن ما دروغیت میگن تو ما گریه کنه آخرم ورز هیچ ای ماشاءالله میفهمی چی رقم است چون تو رو استادا دوست دارن کمک اذیتت میکنن که بیشتر پیش استادا باشی خب اگر نه استادا حق ندارن بزنن شاگردای خورده دوست دارن باز تو دختر ناز مثل صوفیا جان خب بیخی دوست می داشته باشن بر صرفه چیز نمیگی پیام چیز نمیتی برشان نه اصلا گوشی ندارم خب نه اینجا از کمره برشان چیز نمیگی سلام برشان نمیکنی میکنم سلام خب کدام صنفیت زیاد دوست داری کدام نامش یادت نیست نه اصلا یک اسم انانه دوست دارم بیشتر دوست داری خب انانه جان این صوفیا جان تو رو زیاد دوست دارم مواظب باشی نه تشکر صوفیا جان خیر ببینی که اومدی پیش من یک بغل کشی هم کنیم آی ماشاءالله برو پناه خدا حافظت برو جیگرم آفرین سرزمین ما به جوانان و نوجوانان چون صوفیا جان احتیاج داره چون آذان شام است به حرمت آذان شام همینجا خداحافظی میکنیم سپاس از حضورتون ولی لطفا به مردم خود کمک بکنین که راه ها را بالا نبرین همه انسان هستیم و همه هم نو خیر بینید تشکر لطف کردید خدا مسپارم شما زنده باشید خدا نگهدار